سلام بچه‌ها، حسام بیت هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه‌ها امروز اومدیم با یک آموزش شعبده بازی جدید. این شعبده بازی خیلی حرفه‌ای و خفنه که شما میتونید برای خانواده و دوستاتون انجام بدید. ببینید بچه‌ها، شما از بین این 54 تا کارت یک کارت انتخاب میکنید. من خودم شاهدل انتخاب کردم. خب شاهدل انتخاب میکنید، بعد میرید یه کاغذ برمیدارید، روش شاهدل رو میکشید. حالا شما میتونید کارت دیگه بردارید. حالا من شاهدل انتخاب کردم. حالا من ببینید دیگه اینجوری کشیدم، نقاشیم هم زیاد خوب نیست، بذاریمش کنار، با این کاری نداریم. حالا بریم سراغ آموزش. ما این کارت رو انتخاب کردیم، نقاشی هم کشیدیم، گذاشتیم کنار. حالا میخوایم بریم برای تماشاچی انجام بدیم. ببین بچه ها، ما شاهدل رو میذاریم روی پاسور، میریم جلوی تماشاچی، بهش میگیم هر جا که دوست داری بگو استوب. هر جا اینجا تماشاچی میگه استوب، ما پاسور رو برمیگردیم. حالا اگه دو تا تماشاچی داشته باشید که بهتر، اما نداشتید حالا بهش دوباره میگید دوباره هر جا دوست داشتی بگو استوب. تماشاچی اینجا میگه استوب، هر جا که دوست داشت اینجا میگه استوب، شما دوباره پاسورتون رو برمیگردید. حالا این پاسورایی که برعکس شده سو جدا میکنید، میندازید کنار، با اینا کاری نداریم. به تماشاچی میگید دو تا فوت روش کن، خودت هم دو تا تنگولک میزنی، شاهدله. حالا بهش میگید این به کنار، کارت تو شاهدل بود، این به کنار. من پیش بینی کرده بودم که کارت تو شاهدله. خب بچه‌ها ببینید این شعبده بازی خیلی راحته اما خفن، پیش بینی کار. این تنها راهش اینه که مثلا آقا شما خاج، الان بی خاج، بذار من دست کارتا رو همه رو جمع کنم زیاد باشه. این بچه‌ها یه کارت دیگه، مثلا جوکر سیاه. ببینید شما وقتی هر اینجا که میگه استوب پاسور رو برعکس میشه، چه خفن شاهدل اومد رو. حالا دوباره اینجا که میگه استوب برعکس میشه، همون جوکر مشکی روی این یه تردستی به حساب میدونین، جوکر مشکی. همین بچه‌ها، اگه از این شعبده بازی خوشت اومد لایک کن، سابسکرایب کن، همین دیگه. بدرود.